هذا النور شفاء صدور. به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. اما بعد، منی چیست؟ منی آب است که هنگام نزدیک شدن مرد با زن با یک شهوت و لذت از مردانگی مرد بیرون می آید. با برآمدن آب منی غسل یعنی آبازی کردن فرض می گردد. پس اگر شخص جنوب غسل نکند، پس وی نماز خواندن، مسجد رفتن، قرآن خواندن نمی تواند. مزی چیست؟ مزی آب است که از مرد بیمار بیرون می آید. مزی از سبب خنکی بسیار و یا از ترس سخت می تواند از بدن مرد از مردانگی خارج شود. اما با برآمدن مزی آبازی کردن شرط و ضرور نیست، یعنی فرض نیست. زیرا مزی یک آب عادی و مقرری است، اما طهارت را می شکند. ودی چیست؟ ودی نیز مثل آب مزی است، یعنی از سبب خنکی بدن و یا از سستی عصب و یا از یگان بلندی افتیدن از مردانگی مرد خارج می شود. ودی تنها طهارت را می شکند و آبازی کردن شرط نیست. حیض چیست؟ حیض خون است که از شرمگاه زنها و دخترهای به بلاغت رسیده بیرون می آید. زنها و دخترها در هنگامی که عادت ماهانگی می شوند، پس آنها قرآن خواندن، مسجد رفتن، نماز خواندن نمی توانند تا اگر آبازی یعنی غسل نکنند. طبق آفریده های پروردگار هر یک زن و یا هر یک دختر در یک ماه یک بار در یک چسله معینه به این بیماری دچار می شود. در هنگام بیماری زن شوهرش تماما حق ندارد که با او علاقه جنسی کند تا اگر صحت نشود. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.